این خاطره مال زمان قبل از طلبگی ما هست. دامادی ما داریم، شوهر همشیره ما هست، ایشون هم خیاط هم خطاطه. توی اون رگالایی که ایشون داشت از 9,000 تومان شروع میشد میرفت 9 تا ردیف رنج قیمتی، گرونترینش 17,500 تومان که 9مین رگال بود. ایشون هم با خط خوش بالاش نوشته بود تن آدمی شریف است به جان آدمیت، 9مین لباس زیباست نشان آدمیت. یعنی همون گرونه، هر کس اونو بخره اونو با خط خوش نوشته بود اون بالا. ما هیچ وقت دنبال این که بریم کچلوار ارزم به حضور شما 17,000 مثلا خورده‌ای بخریم. همون زمان حاج حامد آقا کچلوار 25,000 تومانی می‌خرید می‌پوشید. چه سالی تقریبا کچلوار 17,000 تومان؟ کی بود مادر شما از تبریز برات کچلوار خریده بود اینجاش اینجوری کوک دوخته بود؟ دیدی یادمه، من حافظه خدا بهم داده به جای همه چی. آقا من برای اولین بار بلند شدم رفتم تهران. اون زمان من دبیرستانی بودم، ولی تو همین ارشاد مشهد کار میکردیم، کار قرآنی، کانون قرآن، و پولامونو جمع کرده بودیم. 60,000 تومان رفتم اونجا، همش مهمان خواهرزاده خودم بودم تهران و اینا. روز آخر دیدم خرجی نشد، 50 تومان، تقریبا 55,000 تومان خیلیه اضافه اومده. بهش گفتم میخوام یه کچلوار، دمدمای دامادی هم بود، گفتم منو ببر تهران یه کچلوار بگیرم، خواستگاری میرن. گفت یک جایی الان میبرمت. برداشت ما رو برد بورس کچلواریا، پیاده کرد، گفت همین راسته همه کچلواره. من اولین مغازه رفتم این ویترین رو نگاه کردم، دیدم از 35,000 تومان، 36,000 تومان، 40,000 تومان، 45,000 تومان آدم میده به کچلوار. اصلا مگه هست همچی چیزی؟ 17,500 تومان مشهد نشان آدمیت بود. اینجا تو تهران 35,000 تومان، اصلا کمتر از 35 تومان تو ویترین نبود. گفتم حالا ما که اینقدر بی عقل نیستیم بخوام اینقدر پول به کچلوار، 50 تومان دارم بدم همش کچلوار، ولی برم تو بگم یه تن بزنم ببینم این کچلوار مثلا 45,000 تومانی چه جوری. رفتم همون گرونترینش که 45,000 تومان بود، بهش گفتم آقا میشه همینو پروف کنیم؟ یک نگاهی کرد به این شلوار ساسونی ما و پیرن رو شلوار انداخته و گفت که پسندیدین؟ گفتم تخفیفم اگه بدین دیگه حرفی نیست. گفت حالا شما پسند کنید بفرمایید بپوشین. با اکراه آمد به ما داد، رفتیم تو اتاق پرو، اینو پوشیدم. آقا یادم نمیده این کچلوار این چه آستری داشت، بی خود نیست، هر چیزی گرونی میگن بی علت نیست. اینجاش یه زنجیری داشت و اصلا آقا زیر و رو شد قیافه ما، اینقدر که من خودم اصلا تحت تاثیر قرار گرفتم. گفتم بابا این قیافه کجا، اون قیافه، مرد حسابی پول میخوای چیکار کنی؟ پول چرک کف دست. وقت خواستگاری رفتن مهمترین کار زندگیت میخوای بکنی، 50 تومن هم پول چرک کف، توف به مال دنیا. مال دنیا میخوای چیکار کنی؟ ولش کن. قیافه رو نگاه کن چی شد. چشمم افتاد به این شلوارم که آویزون کرده بودم به این چیز، ترسیدم برم بیرون سر قیمت با این دوام بشه و اینا، باز پشیمون بشم. گفتم آقا بذار دیگه راه ها رو به رو خودم ببندم. یه درز بغل این شلوار باز شده بود، انگشتم انداختم این شلوار جر با جر کرد. یعنی هر چی عقده رو این شلوار داشتم. آخه این چه کار؟ خب چرا آخه چرا؟ میخواستم برم با این دیگه. انداختم چیزای جیبشو گذاشتم تو همینو، انداختم سل آشغال و کمربندشم در آوردم، رفتم گفتم آقا بفرمایید، فقط سریعتر چون من پرواز دارم. الکی گفتم چون پرواز داره میخواد سریعتر حساب کنید. یه نگاهی کرد گفت که شما دیگه حالا از مشهدم اومدین و از مشهد امام رضا و 50 تومنش هم ندین، 400,000 تومن سر راست. من ذهنم رفت تو اتاق پرو. یعنی باورتون نمیشه، الان میخندین ولی نمیدونین وقتی این پیله کرده بود درش بیار.
آه خدا. بازم تهرونیا خدا وکیلی، من چون تو مغازه کار کردم و به من گفت بیشین اونجا، داد به خیاطش این شلواره رو دوخت، چون همین پرسان ما نشستیم اونجا همینجوری با گردن کج، فقط منتظر بودم بپوشم برم.